سلام، من ساناس هستم و امروز میخوام حین نقاشی کردن یک داستان مهیج و هیجان انگیز و در واقع ناراحت کننده ای رو براتون تعریف کنم که این روزها خیلی ترند شده توی فضای مجازی و اینترنت. درباره یک پرونده ای هستش که توی ایتالیا اتفاق افتاده و اسمی هم که این پرونده بهش مشروع شده در واقع بوسه مرگ هستش. این پرونده درباره یک دختر 18 ساله پاکستانی هست که به خاطر همین در واقع بوسه مرگی که انجام داده پدر و مادرشون رو به قتل رسوندن و پلیس هم بعد از تحقیقات زیادی که کرده تونسته جسدش رو پیدا بکنه و پدر و مادر اون رو به حبس ابد محکوم بکنه. ماجرا از این قراره که سمن 18 ساله سال 2022 بعد از اینکه حالا یک سالی رو از خانواده‌اش دور بوده به خونه برمیگرده که بتونه مدارک و پاسپورت خودش رو از خونه برداره، ولی با خانواده‌اش در واقع درگیر میشه. اونها یه تله‌ای براش گذاشته بودن، به قتل میرسوننش و جسدش رو برای 1 سال مخفی میکنن که بعد حالا با تلاشایی که پلیس انجام میده میتونه اون رو پیدا بکنه. تحقیقاتی هم که از در واقع برادر 16 ساله اون پلیس انجام داده به این نتیجه رسیدن که سمن توی سال 2021 به خاطر مشاجره‌ای که حالا سر ازدواج با خانواده‌اش داشته، اونا اصرار می‌کردن که با پسرعموی خودش که در واقع پاکستانی ازدواج کنه و اون هم از این ازدواج در واقع سرباز می‌زده، از خونه فرار میکنه، میره پناهنده میشه و خب یه سبک زندگی آزاد رو واسه خودش انتخاب میکنه، یعنی حجاب رو کنار میذاره، راحت زندگی میکنه و یه دوست پسر در واقع خارجی واسه خودش میگیره و همیشه هم طبق اون چیزایی که دوست پسرش گفته میگه که از طرف خانواده‌اش تهدید میشه و امکان داره که اونها در واقع بکشنش، یعنی این رو دوست پسرش به پلیس میگه. بعد زندگی آزادی رو واسه خودش انتخاب میکنه. پدر مادرش سر همین موضوع ازش ناراحت بودن و همینطور این در واقع عموی داشته که اونم تحریک میکرده خانواده رو و بر علیه در واقع سنم اونها رو میشورونده. سنم که برمیگرده خونه شب پدرش و مادرش اون رو برای پیاده روی در واقع از خونه بیرون میبرن. اینها توی دوربین مداربسته یا همون CCTV که توی محل زندگیشون نزدیک اون جایی که در واقع بودن ضبط شده، پلیس اونها رو به دست آورده. با هم میرن پیاده روی با پدر مادرش و بعد متاسفانه پدر مادرش تنها برمیگردن در حالی که کوله پشتی سمن دست پدرش بوده. خب پلیس تحقیقات خودش رو شروع میکنه، این تصاویر رو به دست میاره از برادر 16 ساله سمن. یه سری اطلاعاتی رو در این مورد میگیرن و در واقع بعد از اون میگردن جسد اون رو که توی مزرعه متروکه نزدیک خونه‌شون توی ایتالیا بوده پیدا میکنن، در حالی که استخوان‌های گردنش شکسته بوده و در اثر خفگی مرده بوده. پدر اون رو از پاکستان به ایتالیا برمیگردونن، محاکمش میکنن، ولی خب مادرش به صورت غیابی محاکمه میشه، حبس ابد بهشون میدن. این هم ماجرایی بود که در واقع برای سمن به خاطر اینکه حالا دنبال آزادی بوده و میخواسته خودش راحت زندگی بکنه و سبک زندگی آزاد رو انتخاب بکنه، خودش دوست پسرش رو انتخاب بکنه یا تصمیم بگیره که با کی میخواد در آینده زندگی بکنه اتفاق افتاده. حالا این ماجرا از دیروز فکر منو به خودش درگیر کرده بود. ممنون که همراه من بودین. امیدوارم که روز خوبی داشته باشین. تا داستان بعدی ازتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.